به نام خدایی که نامش دواست و ذکرش شفا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. پیرو دعوت دوستانم، به خصوص رضا عطاران عزیز، مبنی بر شرکت کردن در این حرکت و جنبش آب سرد که برای حمایت از بیماران ALS در کل دنیا در واقع راه افتاده. در قطعه هنرمندان بهشت زهرا هستم که سهم خودم رو ادا کنم. امروز قسمت شد اینجا باشیم، به خاطر همین دیگه قسمت شد که از اینجا این همدردی رو اعلام بکنم. بیماران ALS و البته من یه پیام اول برای شما دارم. شما قطعا مرارت زیادی رو دارید تحمل میکنید، ولی اینقدر وجودتون برکت داره که موجب یک وحدت و همدلی بین مردم جهان شدید. براتون از درگاه خدا شفای عاجل آرزو میکنم و همینطور برای تمام بیمارایی که دچار بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج هستن و اساساً برای تمام مریضا از درگاه خدا سلامت و شفای عاجل آرزومندم. این داستان چالش آب یخ هم که حالا به هر حال دوستان هر کدوم به سبک و سیاق و سلیقه خودشون، منم احساس کردم این آب رو به جای اینکه بریزم روی سرم، حالا یه کار شاید قشنگتری باش انجام بدیم. در جوار مزار استادم حمید سمندریان هستم و دیگر اساتید و همکاران دور و نزدیک که امروز اینجا آروم گرفتن. دلم میخواد این آب رو به نیت شفا و آرزوی سلامتی برای همه مریضا و به نیت روشنایی تقدیم مزار استاد بزرگم حمید سمندریان و دیگر عزیزان هنرمند بکنم. امیدوارم این حرکت رو از من قبول کنین، ضمن اینکه در اون بخش حالا کمک بسیار ناقابلی هم که تعیین شده قطعاً حتما وظیفه‌مو اونجا به انجام خواهم رسوند. بسم الله الرحمن الرحیم. پس به نیت شما، از طرف شما، برای شفای همه مریضا و بیمارا انشالله. آبش ولی خیلی هم سرد نیست. اینم باز به نیت از طرف شما. یه دونه دیگه هم هست، تعدادشون زیاده ولی انشالله کم ما رو زیاد ببینن. این آب طلاست، طلا. امروز یه جای خیلی جدی بودم و خیلی جدی در مورد معضل کم آبی صحبت شد. به من یه چیزی گفتن برید دعا کنید که پاییز بارون بیاد. گویا فعلا پیش بینی نشده که پاییز بارشی داشته باشیم، ولی اگر این اتفاق بیفته دیگه وا اسفا. قدر این نعمت رو بدونیم. حالا ما داریم در واقع بهترین استفاده رو ازش میکنیم. الان هر حرکت مثبتی که توی جهان اتفاق میفته، حرکت‌های مثبت دیگر هم تو دل خودش داشته باشه. مثلا چالش آب سرد یهو تبدیل به مصرف بی‌رویه آب نشه. حالا من می‌خوام فرصتم استفاده کنم چون شما از کم آبی گفتین. اینم بگم شما تو تهران هستیم و اینجا هم آبای زیرزمینی و چاه زیاده. بعضیا فکر می‌کنن خب اون آب چاه اشکال نداره، آب چاه هم صرفه‌جویی کنیم. این حفره‌های زیرزمینی هم در حال بله، اونا در حال
در تبدیل برای مصرف شرب هستش. به نظرم یعنی فقط باید از خدا بخوایم به همون درایت درک آنچه رو که به همون داده رو بیشتر بده. از طرف شما برای همه هنرمندامون و همه درگذشتگان دور و نزدیک و قدیم و جدید و دوست و فامیل و آشنا و مؤمنین و مؤمنات و صالحین و صالحات، بیننده های ما تو تیوی پلاس، من بله و بیننده های شما در تیوی پلاس، از جانب همه شما من قرأ فاتحه از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. روح همشون شاد. خدایا ما جز تو هیچ کیو نداریم و همین وقت عزیز و همین غروب قسمت میدیم که همه مریضا رو شفا